بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستای عزیز. خدا کنه که جور و صحتمند باشین، روز به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. خودم بنوی افغان هستم، در افغانستان زندگی میکنم. در ویدیوی قبلی دیدین که دکان گرفتیم. دکان ما 3 روز 4 روز شده منتظر برقش جور نشده. برقش جور شد به خیر کارهای ما رو شروع میکنیم. امروز رفتم یک کمی خیاطی کردم. خیاطی خب بدون برق نمیشه، لای چسب کار داره، درزایش تو کدنی است. امروز رفتم، بسیار گرم بود. به خاطر که گرم بود وقتا که ما در اطراف زندگی میکردیم اونجا خب پکه نداره، برق نداره، کولر نداره، هیچ نداره. خب در قدر مزار گرم هم نیست دیگه. اونجا سرده، فقط یگان خانهش یک ذره که گرمی میکرد پشت سر خانه خود غار میکردیم، یک ذره غارک میکردیم که به خاطر شمال داخل خانه بیایه. امروز هم معمود یک کار کردم، از خاطر که برق نداشتیم زیاد گرم بود. من گرفتم پشت سر دکان من یک ذره غار کردم. در پشت سر دکان یک دنه خانه خالی بود و را داشت دیگه که شمال بیایه. دم دروازه ما سایه یخ، شمال خوبش بود، داخل خانه شمال نمی آمد. من پشت سر دکان غار کردم. بعد از اینکه غار کردم خوب شد دیگه، شمال می آمد، خانه خوبتر شد، از دکان ما خوبتر شد دیگه. از ما وقت که از اول زیاد گرم بود، بعد از اینکه غار کردیم سرتر شد دیگه، خوب شد. به خدا غار کردنم اما قگک خار چقدر خورد معلوم میشه، اما بسیار سخت بود غار کردنشی. قد چکوش هرچی میزدم هیچ کار نمیکرد، الا به الا که اون قغار کردیم. اون همون قغار عرقای مرا کشید. خانه هم گرم بود، دستایم هم خو رفته بود، عرقایم هم رفتیم. روزی سخت بود. در مردا باشه و 1 دقیقه کار و در زنا دیگه. یک نفر میگه که هر کس میفهمه و کارش و کاری مردا بوده. این غار کردن هم کاری مردا بوده. امروز دیوالا غار کردیم. البته خب ما از پیش هم کارهای مردا رو زیاد کردیم، در خود ترکیم هم کردیم، در کلانیم هم کردیم. و نمو دکانم اول که رفته بودم دورایش یک ذره پرانه کردم، خاک در سر داخل لگند آوردم انداختم دیگه. خاکی که روی خانه را کاغل میکردیم در لگند آوردم. آسان نبود، سخت خوب بود. انجام دادیم دیگه. انجام دادیم. امروز هم خشت پختر زدیم الا به الا که غار کردیم. خب بالاخره یک غار کردیم که شمال بیایه، خانه دکان ما سرد شوه، به خیر مردای من بیکار شوه که برقم کش کنه. چند روز که منتظر مرد هستم که یک برق کش کنه. من میگم ما بیکار نیستیم. بیادرای ما گفتم من میگه بیکار نیستیم. شوهر ما گفتم من میگه خوب بیکار نیستیم دیگه. بالاخره در افغانستان گپی زنا شنیده نمیشه، هرچی که مردا بگویم میشه. خب اگه زیاد بگویم شکایت میشه، اگه نگویم نمیشه، دلم طاقت نمیکنه. خب دوستای عزیز، از شما خواهش می است که ویدیوهای مرا ببینید، ویدیوهای مرا لایک کنید. من از خود یک درآمد داشته باشم، یک پیشرفت داشته باشم، بتانم از محتاجی مردا برشویم. اگه به خیر آینده پیشرفت کنم، یک چند خانم دیگر هم در پالای خود بگیرم، کار کنیم، زحمت بکشیم، حداقل مصرف خود بکشیم، محتاج مردا نباشیم. من یک خانم هستم دیگه، بچه دارم، دختر دارم، بتانم آینده از اونا رو درست کنم دیگه. دوستای عزیز، ویدیوهای مرا تا آخر ببینید. تشکر از شما که از پیش ویدیوهای مرا دیدین، ویدیوهای کوتاه گذاشتیم دیدین، لایک کردین. از این بعد ویدیوهای ما را ببینید تا بتانم پیشرفت کنم. تشکر از شما دیگه. از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ دوستای عزیز، شما رو به خداوند متعال میسپارم. جور صحتمند باشید، روزای خوبی داشته باشید. خداحافظ. بای بای.